خونه تیار شد. احساسات چقدر سلامت باشه براتم. حضور رحمت خدا شما ده. زنده سلامت باشه. همین کار خیر در دست گرفته ما شما روزی سلامت پدرم. نه طوری گرفت برای شا. سی سوشیده اینا کدام اینا. نکنه. رحمت خدا شما ده فیض برکت شه آبادی مکان شه. سلام علیکم دوستان. امیدوارم همه کسا خوب هستین. در یاد دارین خونه چه خیلی بود. با دستگیری شما با سمگذاری شما با دعای شما خونه چه خیلی شد. یا تماشاش میکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. آقا نورالی. هی مبارک شو مبارک شو. مبارک شو مبارک شو. فرمان دیگه شده کی؟ ها که خونه نوشید خونه نوشید. شما را نگاه داشتیم که شما مهمان عزیزی همین خونه را بود کدگی گذشتگان تو شایسته جنت کنه سامی گلاونی که دست بالا کده دست محتاجان بالا کده زنده باشین زنده باشش میام دامی اویلتون دادگی بدنم هم شبنم اومدگی درستی که بیجا که رو همو اویله را بار بین ایحالشون با خبر شو هم اومدیم خیلی خونه را من چی نقلتان کنم هر کسی که صحیفه مرا پیگیری کرده بود میدونه چی بود خونه چه خیلی بود همه میدونم در اینجا زحمت استوام بسیار بود خیلی در وقت گرمی بود اینجا گرمیش به حد بلند بود چون 50 45 درجه بود فکر ما بود گرمی ده بچه‌ها خدمت کردن همین کار کردن همیشه ده علاوه خونه را نشون میدیم خونه نشون میده که آدمایی که در اینجا سهم گذاشتن هم اکو خونه سر میکنن بسم الله این خونه بیماره سه بیماری هست خونه بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا خانه بیمارو سه تا دیوان موندگیم سه تا دیوان در خواب میرن نه یکم اتاق همین خانه جای خوابشون دیگه شد دیگه صد فوز اول همین شکستگی و وایرانه بود غش تکشته میموندم همین کراوته ده غش میموندم چو میموندم که مسابقه خور این روز خرسنده مو هسته خرسنده کلان هسته که یا تنه سه تا جای کات شدگی برای همین کسال روحی برای مسافر 88 ساله هزار رحمت خدا شما ده همه تون ده بتیا همین پیری همه تون ده بتیا همین خونه مهمون خونه بگیم ده اینجا خونه مهمون خونه مثال یک توی مرکه عروسی خیلی آدمی زود یک توی مرکه هسته مثال خونه در کاره برای می زله اکمشون کرد مالادیس قنشون بزنه ای همه بسیم ای سمگذاری مردمی دست بخیره گذار شما شما جای گوداکو های گوداکو جای گوداکو کردگی هم گوداکو هم تنکیسی بود هم یکون کجرای سوزم بگیم نبود هم اجا کندگی بود هم دوستا ای اتاقی کوخنیا اینجا حموم هست انا اینجا حموم هست که حمومی زمانوی کردیم اینجا دوشوی کلان کردیم که به خاطر چی جرا کلان کردیم دوشوی ببینید بچو اینجا 3-4 آدم میخونجام اینجا دا که بیمار پدرشون بیمار هست که اینجا دا استولیکچه اومانی مونن یک چوی مونن یک سر رو مرش شوان وانا میمونیم وانا وقتی میموندیم ما در پرابلم دشواری میشد که ما در این حالت چوکر نمیتونستیم همون پدرش دروارده آبازی دروارده نمیتونستیم برای نمیش ایجاخت که میبیورم میمونه در اینجا میبره قاقش میکنه میره همه دشوارش سطفایش ترمیکس تکنیکوش ما فتستم همه که در همجا کدام سهم گذاشت ناموی همه را گرفتگی بدم هزار آمدم مشته یکی ناموی همون تا گرفتگی نداشتم اشمو بخش میپرسم همش کلون یگون چیزی خیلی مایده نداره یگون جوش مایده نداره خونه تیار شد احساسات چقدر سلامت باشه براتم حضور رحمت خدا شما ده زنده باشه همین کار خیر در دست گرفته ما شما روزی سلامت پدرم مادرم دارم خونه چقدر یگون کمبودی هستی یگون کمبودی نیست هزار رحمت از کدامی قرضدار بودی پلی همه را دادی همه را دادی یگون کس همه نولی
یک چیز دیگه هم خوندگی که او را уже پولش گرفتگی خود تا آخر میبره میرسونش. خیلی آینده چی خیلی کار میکنی؟ آینده اگر یگان خدمت شود یگان ماشین یگان چی شود مثال خر یگان این راه شود خدمت خلق داریم کوشش میکنیم که ماشین چی؟ ماشین تیکو یگان چی باشد اگر ما ماشین کلان در من کار میتونم کردم نمرات هم میمونم در روی اکران دامو بدم ما را در اینستاگرام بسیار مینویسه که که منصور نمراشون هم مونده که ما در ویدیو نمراتون هم موندگی بدیم و چی گفتنیم برای مردمی تاجیکی روی دنیا از کدام طرف شما بودین در کدام دولت خارجی بودین شما سهمگذاری کردین به طرف نبودین دعا کردین که خانه همین مسافر به انجام رسد خونش زمانوی ای خونش که پرستو نیست که من نمیگم که بلند گپ نمیزنم هزار رحمت همسایه شوندم هزار رحمت همسایه بهترین دوران راستی که ببینم برج دستی راست دستی چپش همسایه دارم همسایه بهترین وقتی خونه رو ما ساختمانی کردیم بیچاره یک گپی نمیفته فقط نمیفته اون خدمت همون همسایه این برانگیش سبب شد اوله مرا گپ زد شبنم که شبنم امی بیاین ابر بینن همجا را اومدن خونه را دیدن و گفتن که ابر بیاین بینن ما اول نوار را دیدگی بودیم که چی گپ بود خداوند یا در پیریتیا این همین چیزا خداوند در پیری داد و سه بیمار هست که ما بودم خانه شون دراری نشون تیموز دهم جنیم ان شاء الله خرسندی ورم میبینیم اساس ما چی گفتنیم مردم تاجیک شگانه هزار بار که وطن تنجا امانی داریم و در این وطن تنجا امانی ما میتونیم خیلی کارهای خیره به انجام رساندن هر کاری خیره میبینیم که محتاجی کمک شما همراه شوین دستگیری کنین این چی هم میدونه؟ نه گفته سبده که رحمت سلامت باشه این چیزورم نبوده تا چیزی بشه این همون چیزی هست که همین تنقیسی من بود که همین مسافر چخه میبرم دکتر میبرم هیچ که سوارم نمیکرد یک سوار میکرد یک سوار نمیکرد برای همین تشکر رحمت کلان شما زنده باشه ارزوی ما دا آورده سلامت باشه اکا جان هم خسال خونه هم ریمون کرده ماشین ما هم داده دیگه اینجا خرسنده دیگه نیسته یک چکی این ماشین ما راستی گپ چند بار ما را گفتی که منصور یک ماشین گرفتن در کار تیکو گرفتن در کاره هر روز هم گپ هم میومد من میگفتی که ما گفتم چیکار میکنی تو گفتی که نمجا تاکسی میزنم یک کس همه برام بیام سه بیمار دون بیمار اگون بانیتسا میبرم یگان کس من نمیکنه بسیار وقت نمیگیرن ماشین خریداری کردگان راستی که ما در اینستاگرام موندیم گفتیم که یک چیزی مخفیه فقط هم 20-30 نفر هست که 1000 سومی یکی از بهترین دوست ما هست سینو دیزاین او 500 دلار سهمگذاری کرد اینجا بسیار آدم هست که در اینجا سهمگذاری کردم و من چی میگم تو هم ماشین نصیبت کنه رحمت هزار رحمت هست یک مومنت میشه که یک خش توار یک همسایه میگه که اگه چیکار کردن در که یاردم همه وقت خدمت کرد برای که مردم برای خود خدمت کردن خودم باید برای کس خدمت کنی هر چیزی خدمت کرد ان شاء الله با دست خدمت درست میکنم شما ما چند تا دست درست کردگی باشه ما هم دست درست میکنم بهترین خاک چیکار که مشو میتونه کرا باید بتونم بگم نه طوری گرفت امشب سی سال شده این نکردم زحمت خدا شما ده فیض برکت شه آبادی مکان شه چی نیت داره آرزو داره ده همه دنیا بینه کمی کم بسم الله گفته آمین اپا مدینه یک دو الله اکبر امک جان شما یک دویست دو برین دو رو برین برای کارم برید راست هست سلامت صد بدره الله اکبر همه تون هزار آمد دوستو خیلی نصیب باشن ما با از پشت یک کار دیگه بعد دعا باشین همه وقت در خیلی کارا سهمگذار باشین هزار آمد صدقاً به همه مردم تاجیک